با مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در زمینه وسعتی کارهای تبلیغاتی بخشیده به سال معرفتی حقوقی، نمایندگان مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی و پروکراتوری شهری پنجکند با رهبریت و ساکنان جماعت‌های دهاتی رودکی و لایق شیرالی ملاقات دایر نمودند. گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در هیئت معاون رئیس شهر پروینه نقیبی، یاردمچی پروکوروری شهر پنجکند، مشاور عدلیه درجه 3 سید علی نظرزاده با رهبریت مسئولین و ساکنان جماعت دهاتی رودکی ملاقات نوبتی را دایر نمودند. در آغاز این ملاقات معاون رئیس شهر پروینه نقیبی با حاضرین اطلاع داد که بخشیده به 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در کشور ما سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلام شده است. با این مقصد گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سلسله ملاقات و صحبت‌هایش را در جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، کارخانه‌های مؤسسه‌ها با مرام ادامه دارد. ضمن سخنرانی خویش معاون رئیس شهر پروینه نقیبی توجه حاضرین را پیش از همه به اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا، بیگانه پرستی، افتخار از وطن آزاد و صاحب استقلال بیان کرد و از اشتراکچیان این ملاقات دعوت نمود که ما باید همگان تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم روانه سازیم. کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، باز هم خوشتر و زیبا نمودن دیار خویش را به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گسترش بخشیده برای عملی سازی دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همه امکانیت‌های موجوده را روانه سازی. یاردمچی پروکوروری شهر پنجکند مشاور عدلیه درجه 3 سید علی نظرزاده ضمن سخنرانی خویش توجه اشتراکچیان این ملاقات را پیش از همه با رعایت قانون، تامین ولایت قانون و در سال 2024 ادامه یافتن چاره‌بینی‌های سال معرفت حقوقی جلب ساخت. او اظهار کرد که از طرف پروکوروری شهر پنجکند محترم اسکندر رحمت‌زاده در سال 2024 یک نقشه مکمل کارهای ترغیباتی ادامه یافتند. مقصد و مرام ما پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان می باشد. از این رو من گمان میکنم که ساکنان جماعت دهاتی رودکی چون تمام مردم پنجکند در تطبیق دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای ملت، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسائلی که امروز برای جامعه خیلی مهم است سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. در این ملاقات پیرامون دیگر مسائل مبرم جامعه اندیشه و ملاحظات گوناگون ارزیابی گردید. رهبریت جماعت دهاتی رودکی برای تشکیل چنین ملاقات با گروه تبلیغاتی عرض سپاس کرد و همزمان تاکید کرد که ما نیز برای بهتر نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی تدبیرهای مشخص را منتظم عملی می‌سازیم. همزمان گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر
پروینه نقیبی و یاردمچی پروکورور شهر پنجکین سید علی نظرزاده در جماعت دیهاتی لایق شیرالی با هیئت راهبری، فعالان و ساکنان این جماعت ملاقات دایر نمودند. ضمن ملاقات معاون رئیس شهر پروینه نقیبی و یاردمچی پروکورور شهر پنجکین سید علی نظرزاده توجه حاضرین را پیش از همه با بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در سال 2024 که سال معرفت حقوقی اعلام شده است جلب ساخته از آنها دعوت کردند که باید هر یک شهروند، هر یک راهبر کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را مفصل آموزد. ما باید قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسائلی را که امروز برای جامعه ما ضرور است همه طرفه آموزیم. در نهاد جوانان نسل نورس افتخار وطنداری را بلند گردانیده برای پیشرفت جامعه همیشه سعی و تلاش ورزیم و جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم استقبال نماییم. رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی کشوری عزیزمان یعنی تأمین امنیت اوضاع شرایط فراهم آورد تا بازارها از محصولات تر و تازه کشاورزی در دوام سال تامین باشد. در این باره خبرنگاران ما از بازار مرکزی شهر پنجکین گزارش آماده نمودند. به شهروندان پیشنهاد نمودن محصولات خوراکه با صفت جوابگو به طلبات‌های استانداردی و سانیتری کوشش‌های بی‌اندازه دارند. رابطه به این موضوع محصولات‌ها را سری وقت از تشخیص بیطاری گذرانیده سپس پیشکش خریداران گردانیده می‌شود. از این رو همه روزه صدها خریداران محلی و خارجی از بازار دیدن نموده محصولات‌های نیاز اول را خریداری می‌نمایند. هنگام نواربرداری از سطح و صفت خدمات رسانی در بازار ما با چند مهمان از جمهوری اسلامی ایران هم صحبت شدیم. از رفت سخنرانی مهمانان برمی آید که آنها از مناسبت تاجران و محصولات‌های خوش‌صفت قناعتمندند. من علیرضا زین‌الدینی میمند هستم، پزشک هستم، متخصص پوست و مو. از کشور ایران اومدم به تاجیکستان و از روز گذشته در شهر پنجکند تاجیکستان ما مشغول گشت و گذار هستیم. دیشب رو اینجا سپری کردیم. امروز صبح از موزه این شهر دیدن کردیم. موزه بسیار زیبا و خوبی بود و به ویژه بخش‌های مختلف اون که مورد توجه من قرار گرفت، از جمله سالن رودکی که خیلی مورد توجه ما ایرانیان هست، نقش‌نگاری‌های داستان‌های شاهنامه فردوسی و سایر مواردش خیلی برای ما جذاب بود. شهری بسیار زیبا، گرم، صمیمی، خیلی خوب. امروز هم به این گشت گذارمون ادامه میدیم و امیدوارم ساعات آینده ساعات خیلی خوبی برای ما باشه. توصیه میکنم اینجا رو حتما ببینین، جای بسیار خوبیه، مخصوصا اونایی که علاقه به گردش دارن، علاقه به تفریح دارن، علاقه به سیاحت دارن، تاریخ رو دوست دارن. واقعا یکی از بهترین جاهای گذار تاریخ و دیدن نمادهای تاریخ اینجا شهر پنجکند هست. خیلی خیلی خوشبختم، بسیار خوشحالم که اومدیم تو این شهر بسیار زیبا و کشور تاجیکستان. البته برای ما یادآور خاطرات بسیار والایی از ادب این کشور هست. در واقع سرزمین رودکی، الان رفتیم از موزه‌ای دیدن کردیم که در واقع سالار بخش سامانیان بود و رودکی بزرگ اونجا بود و خب ما در واقع شعر پارسی رو یه گونه مدیون رودکی میدونیم. خیلی خوشحال هستیم در کشور زیبای تاجیکستان از ایران اومدیم و باعث افتخار هست بودن در کنار عزیزانی که علاوه بر این که همدلن هم زبان هم هستن. ما جاهای بسیاری رفتیم که دوستانی دیدیم و میزبانانی داشتیم که همدل بودیم، ولی در تاجیکستان هم همدلیم هم همزبان و این خیلی خوبه که ما همزبانیم و افتخار میکنیم به داشتن همسایه به خوبی مثل تاجیکستان.
باید قید کنیم که همه ساله در بازار دیگرگونی‌های نو به قید گرفته شده. برای تاجران شرایط‌های خوب مهیا کرده می شود. خریداران نیز در نوبت خود منتدار از آن هستند که مناسبت تاجران خوب بوده، تنها محصولات‌های تر و تازه پیشکش خریداران کرده می شود. من اقبردیو نصرالله سابقه دار شعبه معارف برای امروز بخشیده به همان استقلالیت که تغییرات‌های کلی به چشم وا می‌خورد. از آن جمله در بازاری که دهقانی که در اینجا وجود دارد به حال آبادی است. همه چیز یافتن ممکن. از روی انصاف سودا میکنند. روز به روز ترقیات زیاد شده استاده است. من میخواهم که باز از این هم خوبتر شود. من حاضر در بازار دهقانی شهر پنجکه با نیت نیک آمدم. چیزهای برای روزگار ضروری را خرید کردم. من از یک چیز خرسندم که بازار دهقانی شهر پنجکین فراوانی است. همه گل گیاه دنیا در اینجا فراوان، نرخ‌ها دسترس، مردم خرسند. بالای بازار دهقانی شهر پنجکین پوشیده شده است از باد و برف ایمن. من همیشه میخواهم که تاجیکستان ما تنج آسوده باشد و محصولاتش فراوان. البته کار به کمبودی نیست. بلند شدن نرخ گوشت خریداران را به تشویش درآورده است. البته مسئولین را ضرور است اوید به این موضوع کاربری نمایند. گزارش غیب الله محمدیوف و شاه حسین صالح. ادامه برنامه. ساکنان محله عزیزآبادی شهر پنجکент تصمیم گرفتند که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه و کوچه‌های محله خویش را تعمیر و آباد سازند. ساکنان محله عزیزآبادی شهر پنجکент تصمیم گرفتند که با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای آباد و زیبا، سبز و خرم تعمیر کوچه و پس کوچه های محله خویش سهمی ارزنده گذارند. با این مقصد یک گروه انسان های سخاوت پیشه، صاحبکاران و شهروندان عادی محله عزیزآباد برای تعمیر و بتونپوش کردن کوچه از سمت موضع دروازه بخارا تا کوچه به نام شمس‌الدین شاهین هفته سپاره شده کارهای معین را عملی نمودند. اینجا یک گروه ساکنان محله به طور دستجمعانه در حشر عمومی شرکت ورزیده یک قسم مهمی این راه را بتونپوش کردند و تاکید کردند که در آینده این کوچه و دیگر کوچه ها مورد تعمیر و آبادانی قرار داده می شود. ساکنان محله عزیزآباد زیابای جلیلوف، رحمان بابویف، ظفر ملایف و دیگران ضمن سخنرانی خویش اظهار داشتند که اگر هر یک شهروند از نزد حولی کوچه کارهای آبادانی را آغاز کند، در مجموع شهر باستانی پنجکین و کشور عزیز ما تاجیکستان باز هم آباد و زیبا خواهد شد. و هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گلدسته گردد. و انشاءالله ما تصمیم گرفتیم نمازگزاران مسجد، ساکنان اهل همین محله عزیزآباد به پیشواز 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان انشاءالله بهر آبادی محله ما، بهر آبادی دیار ما انشاءالله اندکی هم که باشد یک سهم خود گذاریم. بنابراین امروز ما نیت کردیم سرجمعانه با یعنی اهل جماعتچگی گوییم با دستگیری یکدیگر به طریق حشر همین راه. اولا اینجا دیوار مسجد بسیار در حالت صدموی بود، بنابراین ما آن را از سر نو کردیم با دستگیری یکدیگر، کمک یکدیگر، البته با دستگیری صاحب کارا و اهل همین محل انا دیوار الحمدلله شد. بنابراین امروز تصمیم گرفتیم که همین نزد مسجد انشاءالله همین کوچه هم پر بشه. انشاءالله حاضر نیت ما هست که پیش مسجد کنیم. انشاءالله با دوام اگر که دستگیری شود خدا خواهد تمام همین کوچه خدا خواهد ما یعنی تعمیر میکنیم. در این چند دستگاه آخر بسیار این خیلی آباد شد، بسیار راه هموار شد
گیاها تازه شدن. اگر هر یک خانوار نزد منزل خدا نزد خانه خودش تازه کند، در مجموع تمام شهر ما حتی کشور ما آباد و تازه می‌شود. این وابسته به خود ما است. خدا کند که همه دیگر گذران بدل تشبه نشان بده، پرتوها رو تازه کنند، محلشون رو آباد کنند. تشکر. جناب آقایان چندین مرتبه در مجلس رسمی حکومتی در برنامه رو دائم میگویند که شهر و دیهات ما و وطن ما از بیرون آباد نمی‌کنند. آبادی و زیبایی و سیمای شهر فقط مردم خود جمهوری تاجیکستان، شهروندان جمهوری تاجیکستان، هر یک شهروند اگر در دیوار خودش در خانه کوچه خودش آباد کنه دیگر شهر ما آباد زیبا میشه. این وظیفه بسیار قانون نصب کردن. ما این چیز چند وقت پیشتر هم مشورت کردیم مردم دوملا. شما مردم بسیار احترام میدید. همه شما گوش کنید. این همیشه به یک بدبار شهر بدبار کوچه آباد زیبا میشه. هر کوچه یک باور بکنید که یک کوچه این درجه کوچه‌ای که همین تعمیر طلب نیست. همین بسیار تعمیر طلب میکرد، لیکن دنبال بسیار اصولی نقد برداشتن، همه ترجمه کردن. اینجا اصلا پای پرو هستن، جماعتی همه حتی خانه‌ها محله‌ها گلگی جمع شده، همه یک کشته گذاشتن. همین که آباد شده، همش کوچه یک زیر زینا می‌گیرن. واقعاً در این کوچه کارهای تخت و هموارکنی و بتون‌ریزی با مرام ادامه دارد. ما امید میکنیم که ساکنان دیگر محله های شهر پنجکین اقدام ساکنان محله عزیزآباد را پیروی نموده برای آباد و زیبا ساختن محله های خویش و تعمیر و آبادانی راه و کوچه ها سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با محله های آباد و شهر زیبای باستانی پنجکین جشن میگیریم. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. با فرا رسیدن فصل سرما خروج بیماری التهاب شش زیاد می شود. گزارش نوبتی برنامه ادامه این موضوع است. با فرا رسیدن فصل سرما بیشتری مردم با بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری التهاب شدید راه نفس و شش گرفتار می‌شوند. با گفته دکتران گاه می‌شود که یک نفر در یک سال 5-6 مرتبه به این بیماری دچار می‌شود. اساساً کودکان و نورسان کلانسالان باشند وابسته از مسئولیت بدن یعنی ایمونیتت 2-3 بار. سبب این است که بیماری هر دفعه بر اثر انگیزنده نو به وجود می آید. بیماری های شدید راه های نفس یا که ORZ یا گریپ میگویند به نوع خلقی، این بیماری می باشد که در نتیجه التهاب شدید راه های نفس با واسطه ویروس ها به وجود می آید که در نتیجه آن علامت های اساسی که در بیمار روزهای اول پیدا می شود این سلفه‌زنی، آمدن ترشحات لابی از بینی، عطسه‌زنی، بعدا پیدا می شود بلندشوی حرارت بدن، درد قفس سینه، لاغری، بیحالی، پسشوی اشتها. امروزها در شعبه امراض درونی بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین 10 نفر بیماران بستری هستند. هر یک آنها را طبیبان سری وقت از نظر گذرانیده از سلامتیشان پرسان می شوند. بیماران می گویند شرایط طبابت در اینجا خیلی خوب بوده، آنها از توجه و غمخواری های کارمندان ساحه طب سپاسگزارند. من از جمهوری سرازم 5 روز باز امین ادلینی تراپیوت سودگیم. شرایط به راست که گپ نیست، گرم همه چیز هست، خانه گرم همین خدرم آمردین نگاه کرد میستی سرم جا به جا باید کل میکنم وقتش به خیلی همین به رحمت آینده دولتی ما برقرار کند. جناب اولی به رحمت آینده هیچ کس کسل نشود و دولت ما بای شود، تنجا امانی شود. بنا به اطلاع اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه امراض درونی بیمارخانه مرکزی شهر رحمان مختارف در 10 ماه سال جاری 132 نفر شهروندان بستری شده، از اینها 28 نفر با بیماری زکام می باشند. سال گذشته باشد دومی سال در عموم 148 نفر طبابت گرفتند.
ба гуфти духтурон нишонаҳои аввали бемории илтиҳоби шадиди роҳи нафас ва шуш бисёр аст. бисёр бемороне дар хона буданд ки ба табобатҳои халқӣ ё ба худ табобат ба мо муроҷиат карданд дар ҳолатҳои вазнин ки ба оварда расондааст ба илтиҳобҳои шадиди шушҳо ё ки ба ваи дигар ба пневмония оварда расонд ки табобаташ душвортар мегардад. ҳангоми пайдо шудани ҳамин нишонаҳои дар боло зикршуда ё гуфташуда бояд ҳатман ба духтури оилавӣ муроҷиат кунанд ё ки ба марказҳои саломатӣ муроҷиат намуда табобатро ҳарчи зудтар оғоз кунанд. ногуфта намонад ки чунин нишонаҳо дар бисёри дигар бемориҳо низ ба назар мерасад. бинобар ин табибон тавсия медиҳанд ки ҳангоми беморӣ сари вақт бояд ба духтур муроҷиат кард. беморие ҳастанд ки мақсад дер муроҷиат кардан ё ки табобати нодуруст гирифтанд, аз пеши худ табобат кардан, ба дорухонаҳо ҳатто рафтану дорухӯрӯшҳо ба онҳо табобат фармуданд ки ба ҳолатҳои вазнин оварда расон. бисёри беморон ба шӯъбаи эҳё оварда шуданд буданд бемороне ки фавт дидан аз пешти табобати нодуруста ё ки сари вақт муроҷиат накардана. ин ҳолатҳо бисёр буд, ҳозирам ҳаст. мутахассисони соҳаи тиб мегӯянд нисбати бемории шаҳрвандон бояд бепарвоӣ накунанд. реҷаи бистариро ҳатман риоя карда доруҳои фармудаи табибонро сари вақт истеъмол кардан лозим аст ва аз ҳама муҳим ба худ табобаткунӣ роҳ надиҳанд. гузориши муиниса атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони гиромӣ ба як хушхабар таваҷҷӯҳ намоед. хонандаи синфи даҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 шаҳри Панҷакент дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон ба дарёфти ҷойи дуюм шарафёб гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, бахши ҷавонон ва варзиши шаҳр дар гузаргоҳи сарҳадӣ ҳайати дастаи ҷумҳурии Тоҷикистонро ки аз мусобиқаи ҷаҳонии сайёҳии варзишӣ аз шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ғалаба баргаштанд пазироӣ намуданд. дар ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ ки байни ҷавонони синни аз 17 то 21 ва наврасони аз синни 13 то 16 сола баргузор гардид, дастаи Тоҷикистон соҳиби 4 нишони тилло, 8 нуқра ва 4 биринҷӣ гашт. дар байни ғолибон хонандаи синфи даҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 шаҳри Панҷакент, дастпарвари муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Панҷакент Нозия Шамсиддинова ҳам ҳаст, ки байни ҳамсолони худ маҳорати баланд нишон дода, мақоми дуюм ва нишони нуқраро соҳиб гашт. Нозия ва дигар иштирокчони мусобиқаи байналмилалиро бо гулу гулдаста пешвоз гирифта барои афрохтани парчами Тоҷикистон табрику муборакбод гуфтанд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.